رئیس اجرایی حکومت افغانستان با توجه به ناامنی‌ها و فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در کشور میگوید که فساد و ناامنی از حکومت قبلی به آنان به میراث باقی مانده است. عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در کابل گفت داعش در افغانستان فعالیت دارد و همه روزه از مردم و نیروهای امنیتی این کشور قربانی میگیرد. به گفته آقای عبدالله، حکومت قبلی به تروریستان موقع نفوذ را داد و روابط افغانستان را با کشورهای همسایه و جهان خراب ساخت. میراث بسیار دشواری که از گذشته گرفته، میراثی که یک حکومت غرق فساد از پایین تا به بالا، میراثی که به ناامنی اجازه داده شد، میراثی که به تروریسم موقع داده شد تا اونا رشد کنند و بالاخره روابط افغانستان با همسایه ها، روابط افغانستان با جامعه بین المللی برهم خورد. دنیایی که ما به کمک از اونا متکی بودیم و از کمک‌هایشان طی سالهای گذشته استفاده خوب صورت نگرفت. اما عبدالله تاکید کرد که حکومت وحدت ملی بر مردم اتکا دارد و نباید باور مردم را از دست بدهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که بیش از هر وقت دیگر وضعیت امنیتی افغانستان بدتر شده و بر علاوه طالبان مسلح، فعالیت‌های گسترده گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور آغاز گردیده است. همینطور فساد اداری یک مشکل دیگری است که به سطح کشور و جهان به آن انگشت انتقاد گرفته می شود و با وجود تعهدات حکومت وحدت ملی دامن آن برداشته نشده است. در این حال روح الله امین، کارشناس امور سیاسی، تایید می کند که در حکومت حامد کرزی کمبودی های جدی وجود داشت، اما می گوید که حکومت کنونی نیز مشکلات خود را دارد. گفتنی است که رهبران حکومت وحدت ملی بارها تعهد تامین امنیت، ریشه‌کن ساختن فساد اداری و حکومتداری خوب را با مردم کرده‌اند. از سوی دیگر مردم و حتی اعضای شورای ملی انتقاد دارند که از ایجاد حکومت نزدیک به 10 ماه می‌گذرد، اما رهبران آن به هیچ یک از تعهداتشان عمل نکردند.